خدمات دولتی مرزبانی اوکراین روز 16 ینوار با نشر یک عکس در صفحه رسمیش در فیسبوک خبر داد که یک زن 32 ساله ساکن تاجیکستان را در فرودگاه شهر ادیسا اوکراین با اتهام عضویت در گروه تروریستی دستگیر کردند. هنگام تفتیش ناظر دیده است که اسم این زن در روی خط اینترپول است. زن را در رفت دستگیر کردند. مرزبانان معلوم کردند که او برای عضویت در گروه‌های تروریستی در جستجو قرار دارد. در این باره دفتر اوکراینی اینترپول در کیف خبر کرده دستگیر شده را به کارمندان پلیس ملی سپردند. گفته می شود در اطلاعیه خدمات دولتی مرزبانی اوکراین اسم زن دستگیر شده و جزئیات اتهامات ضد او اعلان شده نشر نشده است. تنها گفته می شود که او عضو کدام یک گروه تروریستی بوده است. حالا مسئله استرداد او در دست بررسی قرار دارد. وقت‌های آخر شهروندان تاجیکی که تحت جستجو قرار دارند از جمله طرفداران حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در جستجوی پناهگاه در اروپا از قلمرو اوکراین زیاد استفاده می‌برند، ولی شماره از آنهایی هم که در وقتش به خاورمیانه رفته به صف داعش و دیگر گروه‌های تندرو پیوستند و حالا بعد تارمار آن گروه‌ها در جستجوی پناهگاه امن افتادند تلاش می‌کنند که توسط قلمرو اوکراین به غرب راه بیابند. در هفته گذشته این علاقه دومین مورد با اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی در خارج دستگیر شدن زنان زاده تاجیکستان است. طور قبلا خبر دادیم یک زن 43 ساله از تاجیکستان در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه با اتهام جلب جنگجویان به صف گروه‌های تروریستی دستگیر شده است. در این باره نشریه محلی بیزنس آنلاین با استناد به خدمات مطبوعات دادگاه نویه واحد و شهر قزان خبر داد که این دادگاه روز 14 ینوار زن تاجیکستانی را به حبس گرفته است. امروز هم صدها شهروند تاجیکستان از جمله دهها زن با اتهام اشتراک در جنگ‌ها در کشورهای خارج و یا جلب دیگران به صف گروه‌های جنگجو در جستجو قرار دارند.